بر سلام خدمت تمام بینندگان خوب شبکه مرکزی. اون که به ما فرصت داد تا از این طریق تلویزیونی عزیزان باشیم، شاید که اطلاعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم برای سلامتی شما موثر باشه. در سری برنامه‌های 10 فرمان هستیم. فرمان دهم هورمون و بالانس هورمونا. راجع به هورمون صحبت میکنیم. هورمونی که خیلی کارا در بدن انجام میده و شاید تمام سلولای بدن و همینطور مغز ما و غدد مختلفی که در بدن وجود دارن و همینطور دستگاه گوارش ما، معده ما، همه اینا هورمون تولید میکنن. هورمونایی که هر کدومشون برای کاری هستن و در رابطه با هم ارتباط دارن و کمبود یه هورمون امکان زیادی داره که تأثیر روی غده دیگه‌ای بذاره، غده‌ای که هورمون دیگه‌ای رو تولید میکنه و نتیجه این که این بالانس هورمونا به هم بخوره. هورمون اصولاً یک کلمه یونانی قبلش به نام هورمن بوده و در اصل اگر ترجمهش کنن به نام استراب، یعنی یه چیزی رو مخلوط کردن و همینطور که وارد خون میشه همین حرکت رو انجام میده. و خدمتتون عرض کنم در هضم غذا کمک میکنه، در رابطه با اشتهای ما کمک میکنه. وقتی که ما اشتها داریم غذا بخوریم یا اشتها نداریم، این هورمونی که در اصل از طریق مغز فرمان میده و ما گرسنه میشیم یا اینکه سیر میشیم. خدمتتون عرض کنیم که کارهای دیگه که هورمون انجام میده در رابطه با سوخت ساز بدنه. یه مسئله که بسیار مهمه و امروزه زیاد به مسئله مشکلات هورمون توجه ندارن. به عنوان مثال کسی که چاقه همش تاکید روی این مسئله است که این شخص زیاد میخوره، باید ورزش کنه، رژیم غذایی بگیره، روی این مسائل دور میزنن، در صورتی که بیشتر مشکلات مسئله بالانس نبودن هورمونه. و خیلی شما عزیزان میدونید که هر کار میکنید، هر نوع ورزشی میکنید، هر نوع رژیم غذایی میگیرید، حتی یه پاندم نمیتونید کم کنید. چرا؟ به خاطر اینکه مشکل شما اونجا نیستش، که مشکل شما هورموناتون بالانس رو از دست داده و تا زمانی که این بالانس هورمونا درست نشه شما چطور میشه؟ چاق میمونید. 35 مایل یه شخص بدوه نظر ورزشی انرژی که میسوزونه، چربی ها رو تبدیل به انرژی میکنه میسوزه، 1 پاند میتونه از دست بده. حالا یک شخص در روز نهایتاً بتونه 2 ساعت هم در روز ورزش کنه، بیشتر که نمیتونه بکنه. که این 2 ساعت ورزش کنه که میخواد از راه ورزش وزنش رو کم کنه، اگر هورمونش مشکل داشته باشه، یادتون باشه 24 ساعت این هورمون در بدن داره کار میکنه و بلافاصله باز اون کسری 1 پاندی رو که 35 مایل یه شخص دویده تا کم کنه، بلافاصله روی بدنش میذاره. و این هورمون ها در اصل در خیلی از رابطه، حتی وقتی که ما میخوایم ورزش کنیم، دیدید بعضیا اشتیاق به ورزش دارن، بعضیا ندارن. دلیلش اینه که این هورمونی که تولید میشه از طریق مغز که انسان رو وادار میکنه که اشتیاق به ورزش داشته باشه و حتی در مورد گرایش به شکلات و شیرینی به خاطر ناهماهنگی هورمونه. و حتی کسایی که تمام مشکلاتی که از نظر مریضی ایجاد میشه به خاطر این هورموناست، چون این هورمونا حرف اولو میزنن و تمام کار بدن در نظر این هورموناست. یعنی یکی از مهمترین کارها در مورد سوخت ساز بدنی که توسط این هورمونا میشه. اگر این هورمونا بالانسش به هم بخوره، سوخت ساز بدن یواش یواش پایین میاد و اسلو، یعنی آهسته میشه. وقتی آهسته شد یعنی ما وزن اضافه میکنیم. و این مسائل که خدمتتون عرض کردم ایجاد میشه. حالا این هورمونا
کارهایی که میکنن صدها هورمون پیغام از مغز به بدن میارن و صدها هورمون هم پیغام و برعکس از بدن نقاط مختلف به مغز میبرن. وقتی که ما غذا داریم میخوریم، زمانی که ما احساس بخوایم بکنیم که سیر شدیم دست ما نیست. این زمانیه که هورمونای ترشح میشه توسط سلولای چربی و همینطور معده ما که اینها به مغز پیغام میفرستن و در این نتیجه مغز فرمان میده، اشتهای ما تموم شد، ما احساس میکنیم که دیگه گرسنه نیستیم. وقتی که هورمون شروع به کار میکنه و این فعالیت های خودش انجام میده، اینجاست که ما انرژی به ما داده میشه. یعنی در رابطه با انرژی هم هورمون نقش مهمی رو داره. یه قسمتی که از بدن، یعنی این هورمونا کارشون ممکنه در عین حال یه قسمت بدن از کار بندازن، بگن این قسمت بدن احتیاج نداره کار کنه، ولی قسمت دیگر رو راه بندازن. این کار هورمونه و معمولاً غددی که در بدن وجود داره، این هورمونا یک میتونه از راهی ترشح، از زمانی که ترشح میشه بعضی از غدد احتیاج به تیوب یا لوله هایی ندارن که به مقصد برسونن، مستقیم وارد خون میشه یا وارد قسمت آبکی بدن ما میشه و از اون راه به جای مختلف میره. در مورد مغز ما که خب از به اصطلاح در مغز ما غددی وجود داره مثل تالاموس که رئیس کل غدد است، در کنارش معاونش هایپوتالاموس که خود این هایپوتالاموس رئیس این غده پیتیوتری یا در ایرانی ها به هیپوفیز معروفه، این تحت نظر هم هستند. هایپوتالاموس مستقیما اثر روی این غده پیتیوتری یا هیپوفیز داره و این خود غده هیپوفیز مستر گلند، یعنی کلا رئیس مستره و تمام غدد دیگر رو کنترل میکنه. به عنوان مثلا در مورد این که غدد فوق کلوی ما اگر میخواد که هورمونای زیادی رو ترشح میکنه، مخصوصا هورمونای استرس در رابطه با استرس، اینا هورمونای مثل کورتیزون که خیلی مهمه یاد بگیریم که استرسمون رو کنترل کنیم که این هورمونا بی خودی تولید نشه. این باید این غده پیتیوتری یا هیپوفیز یک هورمون تولید کنه که بفرسته اونجا از طریق خون و بره روی غدد فوق کلوی که خود غدد فوق کلوی که دو قسمت داره، یه قسمت سطحی، یه قسمت داخلی که هر کدوم به اصطلاح هورمونایی رو تولید میکنن و در اینجا قسمت داخلی هورمونایی تولید میکنه که برای خیلی از موارد بدن استفاده میشه. قسمت سطحیش هورمونایی مثل کورتیزون و ادرنالین و امثال این که در رابطه با استرس هم اینها رابطه دارن. حالا این هیپوفیز این هورمونه که خودش تولید میکنه میفرسته از راه خون میرسه به غده فوق کلوی، اونجا اون متوجه میشه که باید چه هورمونی رو تولید کنه و یکی از مهمترین هورمونا که همشون مهمن ولی در رابطه با وزن ما دخالت زیادی داره و همینجور بیماری های مثل مرض قند، مسئله هورمون انسولینه. این هورمونی که لوز المعده تولید میکنه و یک قسمتی از لوز المعده جزایر لانکرانس یا اون سلولای بتا سل که اینها مخصوص این هستن که انسولین رو تولید کنه. البته هورمون‌های دیگه‌ای هم و آنزایم‌های دیگه‌ای هم در مورد هضم غذا خود لوز المعده تولید میکنه و که در مورد مواد نشاسته‌ای رو بخواد حل کنه و همینجور آنزایم‌هایی که به غذا کمک کنه. ولی نکته ما در رابطه هورمون‌ها، انسولینی که وارد خون میشه در اینجا خیلی مهمه که زیاد در خون نمونه. متاسفانه کسایی که مشکل لوز المعده دارن، این غده‌ای که هورمون تولید میکنه یا کم انسولین رو تولید میکنه یا اگرم تولید میکنه، بدن سلولای یک حساسیت رزیستن، یه مقاومتی دارن و این انسولین که کارش اینه که قند خون رو
گلوکوز خون رو بتونه حل کنه، سوخت ساز کنه و به سلولا برسونه که سلولا ازش استفاده کنن برای انرژی خودشون، کارهای خودشون و کلا به ما انرژی بدن، این مشکل رو دارن. حالا وقتی که انسولین تولید میشه نمیتونه کار خودش رو کنه که مشکل پیدا میکنه، اینجا در رابطه دوباره هی میخواد تولید کنه و زمانی که انسولین در خون میمونه زمانیه که این انسولین شروع میکنه چیکار میکنه؟ چربی ذخیره میکنه در بدن و ایجاد چاقی میکنه. یعنی این قندایی که در خون است یا فرمان میده مغز که هی چربی ذخیره کنن به جای اینکه چربی رو بسوزونن. و اینجا این مشکل انسولین معمولا در مورد کسایی که مشکل قند دارن وجود داره و همینطور مسئله تغذیه ما و غذایی که میخوریم ممکنه فقط این نباشه کسی مثلا ناراحتی قند داره بگیم که انسولینش مقاومت ایجاد میکنه مشکل داره. نه، میتونه شخصی با بد غذا خوردن باعث بشه که انسولینان بیخودی در خون وارد بشه و همین مشکل مثل یک آدمی که مرض قند داره ایجاد بشه و همین مشکلات باعث میشه که ما سیستممون از بین میره. خب همین خدمتتون عرض کنم که همین انسولینی که هورمونی که کبد ما فرمان میده که آقا گلوکوز تولید نکن، یعنی قندی که از گلیکوژن یعنی کبد میره سراغ عضلات و میره سراغ چربی‌ها، از اینا میتونه به اصطلاح ذخایر انرژی رو به صورت قند در بیاره وارد خون کنه زمانی که ما احتیاج داریم و این زمانی که این انسولین دستور میده به اصطلاح کبد. حالا یه اشکال و این کبد ما خب در مورد عضلات که میره میخواد این کارو بکنه باید عضلات رو تجزیه کنه که این کارو کنه و زمانی که این هورمونای ما به هم میخوره بالانسشون، یه کسایی هستن که حتی در سنین پایین هی عضلات از دست میدن، اینا مشکل هورمونی دارن که باعث میشه انسولین بیخودی هی فرمان به کبد میده یا در ارتباط ناهماهنگی وجود داره و خود این کبد هی بیخودی عضلات رو تجزیه میکنه برای به دست آوردن مواد قندی، در صورتی که در اینجا مشکل چیز دیگه است. و این مسائلی که ما بخوایم همه رو در نظر داشته باشیم، غدد ما حتی هورمونی که غده تیروئید تولید میکنه که در مقابل سوخت ساز بدن خیلی کار انجام میده، باز این در رابطه با مغز ماست و نوع تغذیه ماست. اگر این غدد ما به عنوان مثال غده تیروئید رو در نظر بگیریم، اگر پیش از حد هورمون تولید کنه باز یه مشکل زیادی ما داریم که این پیش از حد اگر ادامه پیدا کنه ممکنه این غده تیروئید سلولاش تبدیل به سلولای سرطانی یا تومار بشه و نباید این ادامه ده این کارش، یا برعکس میتونه کم تولید کنه غده تیروئید هورمونشو، باز این موجب نگرانیه و موجب چاقی افراد میشه برای اینکه هورمون وجود نداره و نمیتونه شرکت در سوخت ساز بدن و خیلی چیزا شرکت داشته. حتی غدد پاراتیروئید که 4 تا غده کوچولو که 2 تا طرف راست 2 تا طرف چپ پایین و بالاست در رابطه با همین غده تیروئید هستن، اینها برای متابولیسم کلسیوم ما خیلی مهمه. یعنی اگر اینا مشکل پیدا کنن ما مشکل جذب و متابولیسم سوخت ساز کلسیوم داریم. حالا شما هر چقدر قرص کلسیوم بخوری نمیتونی، این مشکل پیدا میشه و در نتیجه جذب کلسیوم ایجاد نمیشه و ما دچار پوکی استخوان میشیم به همین راحتی. یا ناراحتی های دیگه ای که میتونه ناشی از که چاقی باشه و چاقی ما خدمتتون عرض کردم از این هورمونا که بالانسشون به هم میخوره و سوخت ساز بدن رو آهسته میکنن، نتیجتا چاق میشیم. وقتی چاق شدیم مشکلات دیگه میاد، فشار خون میاد، قند میاد، کلسترول میره بالا و هزاران امراض دیگه. اینی که در مورد بدن ما طوریه که همه کار خوش میکنه. حتی اگر این هورمونا کم ترشح از نظر یه غده‌ای
اگر ما بهش وقت بدیم ممکنه در ظرف 5-6 دقیقه خودش رو تنظیم کنه یا چند روز. ولی دخالت نامنظم ما از خارج، مخصوصا با غذاهای بد خوردن و این داروهای شیمیایی، این هورمونا رو به هم میزنه. یکی از مسائل مهمی که در رابطه با این هورمونا پیدا کردن، اشخاصی که زیر کیمیوتراپی میرن برای مشکلاتی که دارن، اینها سالهای بعد یک مشکل در مورد این هورمونا و این غدد پیدا میکنن، مثلا یک مریضی پیدا میکنن و این هورموناشون شروع میکنه به ناهماهنگی. در اون شرایط ممکنه خیلی سخت باشه بعد 4 سال 5 سال کیمیوتراپی که کسی که انجام داده بگه من این مشکل چرا دارم، از کجا اومده. ولی باور بفرمایید از نظر علمی ثابت شد. مطالبی که ما خدمتتون عرض میکنیم تئوری نیست، مطالبی که عملا ثابت شده، دانشمندان ثابت کردن. در خود بدن ما که خودش همه چی رو تنظیم میکنه، اگر بهش فرصت بدیم. به عنوان مثال یکی کسی که در قطب زندگی میکنه، جایی که بسیار سرما است، این شخص در اونجا بدن حالتی داره هیچ چربی ذخیره میکنه و طرف چاق میشه. یعنی چاق که به اون صورت یعنی چربیاش اضافه شه، ولی باز بدن طوری دیل میکنه که این چربیای اضافه هیچ موقع ناراحتی قلبی یا مسئولیت رگ برای این شخصی که در قطب هست ایجاد نمیکنه. و این ذخیره چربی به خاطر اینکه در اون سرماهای زیاد بتونن در مقابل سرما، برای اینکه یکی از کارهای چربی گرما و سرما و گرما رو تنظیم میکنه که بتونن در مقابل سرما به اصطلاح مقاومت داشته باشن و وقتی که انرژی دارن این چربی ها رو بسوزونن و به انرژی تولید کنن. و این کسی که در قطب وجود داره که بدنش این کارو میکنه، چربی ذخیره میکنه برای انرژی و در مقابل سرما. ولی کسی که در آفریقای گرما زندگی میکنه، در قطب نیست، بدن اون جوری دیگه رفتار میکنه، هیچ موقع چاق به اون صورت چربی اضافه نمیکنه، بلکه از مواد کربوهیدرات یعنی مواد قندی شروع میکنه استفاده کردن برای انرژی. از چربی استفاده نمیکنه زیاد در این منطقه آب و هوایی که شخص در مثلا آفریقا هست. و اون هم مواد قندیشو میتونه از میوه‌جات و سبزیجات و از غلات بگیره، از همین گندمی که میخورن. و این مسائل خدمتتون عرض کنم که صحبتشو شد، همه از نظر علمی شده و علمی ثابت شده. و ما اینجا مطلبی رو که میخوایم خدمتتون عرض کنیم اینه که خیلیا در مورد چاق شدنشون و این مشکل دارن و وقتی چاق میشن، خب میگم اشکالاتی که در مورد هورمون ایجاد میشه، مثلا هورمونایی که در تخمدان‌های خانم‌ها و هورمونای سکسی که تخمدان‌ها و همینطور اووری و همینجور در مورد آقایون تستل یعنی بیضه‌ها، هورمونای مثل تستوسترون در آقایون و استروژن و هورمونای دیگه ادرنوژن و اینایی که تولید میشه، اینها هورمونایی هست که در رابطه با مسائل سکسیه. و همینجور هورمونای دیگه‌ای که خود بدن دوباره ایجاد میکنه از غدد مختلف و این غدد میتونه هماهنگ کنه خودشو با این سیستم که اگر ما یه رژیم غذایی درست بگیریم و مشکلات ایجاد نکنیم. خدمتتون عرض کنم که در مورد انسولینی که در بدن وارد میشه خیلی کارهای عجیب غریب میکنه. یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه گرسنگی مدامه. یعنی وقتی که ما انسولین در بدنمون در خونمون وجود داره، ما چیکار میکنیم؟ ما هی گرسنه میشیم، هی گرایش به خوردن داریم و همین پرخوری باعث چاقی میشه. و همینجور در مورد خدمتتون عرض کنم سوخت و ساز غده تیروئید که کم کار میشه و سوخت و ساز اثر داره، راجع به چاقی ما اثر میذاره. و ما خدمتتون عرض کنیم همینجور که خدمتتون عرض کردم انسولین نباید تو خون باشه. وقتی خون هست امکان زیاد داره کاهش عضلانی در ما ایجاد بشه در طولانی مدت و مشکل ایجاد بکنه. و خیلی هورمونا هستن که زیادی و کمشون در مورد چربی ها کجا برن این هورمونا تصمیم میگیرن.
ممکنه در مثلا هورمونی در استروژن کسی شخصی به اصطلاح کم باشه یا تستوسترونش و این هورمون ها کمبودش یا برعکس بعضی هورمون ها زیادش باعثی میشه که چربی ها در یه قسمت های مثلا باسن یا در قسمت شکم ذخیره شن یا جای دیگه. اینی که این هم باز تصمیم گیریه که چربی ها کجا بره باز در رابطه با این هورموناست. خدمتتون عرض کنم در مورد چاقی که ما صحبت میکردیم که خیلی ها نمیتونن اینو انجام بدن، میرن توی یک دایت، یه رژیمی که به خودشون گرسنگی میدن و این گرسنگی که به خودشون میدن باعث این میشه که ممکنه یه مقدار وزنشون کم بشه، ولی بلافاصله چون نمیتونن که این گرسنگی رو زیاد ادامه بدن. مخصوصا خیلی از رژیم های غذایی خیلی فشارهای روحی به آدم میاره و این فشارهای روحی استرس نقش مستقیمی رو در این که بالانس هورمونا به هم بخورن دارن و در ضمن این که اون رژیم‌های غذایی که به اون صورت سخت گرفته میشه باز که گرسنگی میاره، خود گرسنگی باعث این میشه که هورمونا بالانسشون به هم بخوره. پس ما اینجا یاد میگیریم که نباید بذاریم بدن ما طولانی گرسنه بشه. این خیلی مهمه. و همینطور خدمتتون عرض کردم در مورد ورزش بسیار نقشی رو داره در بالانس کردن هورمون، ولی اینی که ما بخوایم ورزش خیلی سنگین بکنیم که این باعث استرس بشه، این استرس باز دوباره گفتیم استرس هورمونا رو به هم میزنه و نتیجتا ممکنه که ما از این ورزشی که داریم میکنیم نتونیم در نهایت وزنمون رو کم کنیم به خاطر استرس زیادی که وارد شده و استرس هورمونا رو به هم زده. هورمونا باعث شده سوخت ساز بدن ما یواشه و ما وزن اضافه کنیم. ببینید از کجا به راحتی آدم میریم. حالا در مورد این مسئله که ما خدمتتون عرض کردیم، ما چطور میتونیم این هورمونا رو بالانسشو نگه داریم؟ چه چیزایی بالانس شب بین میبره که ما آگاهی پیدا کنیم و وقتی که این اتفاق میفته، یعنی هر کسی که واقعا چاقه بدون چونه چرا اینو بدونه که هورمونش بالانسش به هم خورده. یعنی این یکی از علائمه که چاق میشن، طرف انرژیشون کم میشه و افسرده میشن، دیپرس میشن و حتی ناتوانی جنسی پیدا میکنن. اینا همه در رابطه با بالانس هورمون به هم میخوره علائمه. و خدمتتون عرض کنم که در مورد اینکه ما چه کارهایی باعث میشه که هورمون ما بالانسش به هم بخوره، یک استرسه، دو داروهای شیمیاییه که این بالانس رو به هم میزنن، سه غذاهایی که هورمون درش زده میشه. امروزه متاسفانه در آمریکا 75% از افراد چاق هستند. در مورد بچه‌های زیر 19 ساله 35%شون چاقن. این آمار روز به روز داره بیشتر میشه. همه رو اومدن بررسی کردن، دیدن که مشکل هورمونیه به خاطر غذاهایی که میخورن و مخصوصا گوشت‌ها و تمام حتی حبوبات، غلات، چیزایی که بهش هورمون میزنن و حتی اون گاوی که حالا به مواد غذایی بهش میدن علوفه‌ش و همه رو هورمونی میزنن و این میخوره، هورمون میره تو بدنش، تو گوشتش و ما گوشت گاو رو میخوریم، اون هورمون اضافه وارد بدن میشه یا از گوشت مرغ یا مرغای پرورشی یا گاوهای پرورشی یا ماهیای پرورشی که همه دارای هورمونن، وارد بدن میشن. این اضافی هورمون ایجاد چی میکنه؟ بالانس هورمونی که بدن طبیعی داره درست میکنه نهایتا به هم میزنه و موجب چاقی میشه. همین به همین سادگی که خدمتتون عرض کنم. حالا محیط زیست، اگه ما برگردیم به نیاکان ما، اونها اینجوری که ما غذا میخوریم، این سیستمی که غذاهای ساختگی مصنوعی داریم نداشتن. اونا نهایتاً غذاشون طبیعی و ساده بوده، ولی در مورد اینکه جنریشن همینجور به هم بخورده و این تکنولوژی قرن 21 تأثیری زیادی
در بالانس هورمون‌ها در بدن انسان‌ها کرده. برای اینکه این خیلی ساده است. در زمانی که به هر حال بخوایم نیاکان ما نگاه کنیم، اونا میرفتن یه هندونه میخوردن، مواد قندی به بدنشون میرسید، انرژی میگرفتن میرفتن. امروزه همون مواد قندی رو تبدیل از نظر صنعتی تبدیل به شکر سفید و شکر سفید رو ازش میگیرن، چیزهای مصنوعی دیگه درست میکنن و همینطور از شکر مصنوعی میگیرن یا از شکر میگیرن با فرآوردهای شیر میگیرن بستنی درست میکنن. یه چیزی مال این قرن هاست. بستنی در نیاکان ما وجود نداشته در اون سالهای خیلی پیش و خیلی از موارد دیگه. مثلا کی پرورشی مثلا اینا ماهی درست میکردن یا مثلا مرغ پرورشی هورمون میزدن، از این چیزا وجود نداره. پس ما میبینیم که پس مسئله صنعتی و مترقی شدن اجتماع و ازدیاد جمعیت باعث این میشه که گرایش به این نوع غذاها رو بیشتر تولید کنن و غذاهای هورمونی و نهایتاً چاقی و مریضی. یعنی که در از این قرن 21 که دانشمندان دکترا در مورد یا علوم تغذیه شروع میکنن به انسان‌ها کمک کنن، در این حال مشکلاتی هم وجود داره اینجوری. یعنی یه گروه دیگه از این قرن 21 و این صنعتی شدن به جورای مختلفی استفاده میکنن و صدمه به انسان‌ها میزنن. یه کسی که میخواد خوش لاغر کنه بهش میگن آقا این قرص رو بخور لاغر میکنی، این قرص بالانس هورمون‌های بدن از بین میبره و اون ممکنه 8 پوندی که در هفته‌های اول کم کنی که بیشترش هم آب بدنه، بدن نه تنها آبش رو برمیگردونه بلکه این هورمون بالانس خوردن چاقی شما رو ایجاد میکنه، در زمانی که هورمون‌های شما هیچ اشکال نداشته ها و اینو بدترش کرده. یعنی اشکال اولیه داشته که شما چاق شدید، ولی عوضی که بیاد بالانسش رو درست کنید بدتر کردید، یعنی این بالانس رو به هم زدید در مورد هورمونا. در صورتی که کار اولیه ما اینه که این هورمون رو ما چیکار کنیم؟ بیایم بالانسش کنیم. از غذاهایی که ما میتونیم بخوریم هورمون رو بالانس کنیم همین مسائلی که زیاد رو به سبزیجات میوه‌جات بریم. 5 تا مسئله است که میشه گذاشت 5 گناهی که ما به بدن خودمون میکنیم. این 5 تا چیز رو گروبانگیر ما مردم شده، یعنی انسان‌های روی زمین شده و این 5 تا چیز این هست: شکر مصنوعی، همین شکری که ریفاین شده. 2 آرد سفید. 3 شیره. 4 چربیه. یعنی اینها چربی رو خدمتتون عرض کنم، شکر رو و این آرد سفید رو که شاملش برنج ریفایند اینا هم میشه و نشاسته و شیر و قند و چربی و اینا همه باعث دگرگونی سیستم بدن میشه. و حالا نگاه کنید، ما ببینید در هر غذایی که در میسازن، از کچاپ گرفته تا یک درسینگ، یک سس سالاد، همه اینا تو شکر میزنن و این شکر اضافی که همینجور ما نمیدونیم به بدنمون وارد میشه. آمریکایی الان اوریج گرفتن که در روز 20 تا قاشق شکر مصرف میکنن. یعنی یه زمانی شاید 100 سال پیش در آمریکا یک انسان در طول 1 سال 1 پوند مصرف شکر داشته، ولی امروزه 120 پوند مصرف شکر یک آمریکاییه. اومدن اینا رو آمار گرفتن. چرا؟ برای همینجوری این شکرهایی که میاد. حالا شما نگاه کنید، یکی از غذاهایی که مثلا، البته کافئین، چیزایی که کافئین داره، مشروبات الکلی مخصوصا خطرناکترین چیزن، صدمه میزنن به مغز و هورمونا رو هم بین برن. کافئین هم همینجور و در ضمن دراگ، مواد مخدر یا داروهای شیمیایی، اینا همه به انسان بسیار ضرر میزنن. در کنارش البته خب سیگار کشیدن هم که جای خود داره. حالا ما خدمتتون عرض کنم که در مورد
این 5 تایی که خدمتتون عرض کردم. حالا شما نگاه کنید دونات در آمریکا خیلی رایجه. شما نگاه کنید یه مسئله رو پیش خودتون فکر کنید. الان 40 سال 35 سال 40 سال در آمریکا، ما که 32 سالش رو میدونیم به خاطر داریم اینجاییم، دبل چیزبرگر وارد این مملکت شدیم 99 سنت بود، هنوز هم 99 سنت شد. در صورتی که گاز یعنی بنزین 70 سنت بود، الان شده $3 خورده ای. میتونید یه ذره فکر کنید که چطور میشه همه چی بالا میره، خونه ها بالا میره، کرایه ها بالا میره، لباس بالا میره، تکس بالا میره، همه چی، ولی این چیزبرگر، دبل چیزبرگر هنوز رو 99 سنت در جا میزنه. این فود چین های بزرگ، اینا همه به عقیده من به خیلی از کسا، یعنی کسایی که تحصیل کرده و کسایی که دانشمندایی که در مورد تغذیه و در مورد مریضی ها تحقیق میکنن، همشون میدونن که این یک بازاریه که بیشتر مردم رو مریض کنن. شما اصلا تا حالا دیدید که یک دونه از این استورای فرانچایزی اینجوری، اونایی که همه چیزبرگر و همبرگر میشن، تا حالا رفتید ببینید که مثلا به شما فرش آب میوه بفروشن یا مثلا سالاد میوه به شما بفروشن؟ من ندیدم. میدونید؟ یا جاهای دیگه. چرا؟ اینا همشون مشکلی رو که ایجاد میکنن به خاطر این مواد غذایشون برای ما، مشکلیه که ما وسوسه میشیم، مخصوصا این بچه ها. چرا؟ بچه های آمریکایی 35% شده الان چاقی دارن زیر 19 سال به خاطر گرایش به همین غذاها. راجع به دونات صحبت میکنم. دونات حالا یا آبجو از نظر درینکی بخوایم حساب کنیم، از نظر نوشیدنی، به قول دکتر واکر خدا رحمت کنه most destructive liquid، یعنی بدترین نوشیدنیه که میتونه سیستم بدن از بین ببره. و اینجا همین آبجو در خیلی از کیس‌ها ثابت شده خیلی آقایون یه هورمون پرولاکتین رو بالا پایین میکنه و این هورمون پرولاکتین معمولا مال خانم‌هاست در مورد به اصطلاح شیر دادن و ایناست. در این آقایون هم که باعث دگرگونیش میشه آبجو که آقایون زیاد میخورن، این آقایونی که آبجو زیاد میخورن که حالا چاق هم میشن کار نداره، میبینید این سینه هاشون مثل سینه های خانوما داره بزرگ میشه و حتی به بعضی از اینا رو که میچکنید هم از همین آقایون ها سینه هاشون گنده شده، اینا شیرم میاد ازش بیرون. اینو من نمیگم اینو ثابت کردن، تحقیقات داره از نظر علمی میگه. یعنی این آبجو ببین چی کار داره میکنه. ممکنه این میخورید به سلامتی شما، به سلامتی شما، امروز فردا نفهمید، ولی 15 سال دیگه میبینی که سینه این آقا بزرگ شده و داره شیرم میده، یه ذره فشار میده شیرم میچکه. این نهایتاً درست نیست، سیستم به هم میخوره و نتیجتاً سرطان سینه میگیره. فکر نکنید سرطان سینه فقط برای خانم هاست، آقایون هم سرطان سینه دارن میگیرن و صحبتش زیاد نیست. اینه که این مسائلی رو که ما بارها خدمتتون عرض میکنیم که بشر میسازه و با دست خودشون یک مسئله منهدم میکنه بدن. آقا این مشروبات الکلی که میدن طرف میخوره مست میشه که زود به سلولای مغزیش هم صدمه میزنه که اثرم میذاره، خود به خود میشه، بیناییش هم از دست میده در موقع رانندگی و میره تصادف میکنه خودشو میکشه، جون انسانهای دیگه بیگناه هم خانواده و بچه‌ها هم در خطر میذاره. هنوزم میفروشن و هنوزم همه جا هست، رونق هم داره، کمتر نمیشه که بیشتر میشه. آخه چرا؟ از خودتون سوال کردید؟ بابا یه زمان تو این آمریکا زمان آل کاپون مشروب غیر قانونی بود، آل کاپون رو به خاطر اون میگرفتن دیگه. چطور شده حالا خودشون دارن آل کاپون میشن، مشروب میفروشن، تکس هم میگیرن؟ از خودتون سوال کنید. همین همبرگر هم سوال کنید از خودتون. چرا 32 سال ما اینجا هستیم، دبل چیزبرگر 99 سنت، هنوزم 99 سنت، ولی بنزینی که مردم احتیاج دارن بریزن تو
زیاد هم استفاده میکنن، از 70 سنت رفته $3 25 سنت $3.5 شده. چرا؟ ببینید اینها مسائلی که ما خودمون باید زرنگ باشیم و چیکار کنیم؟ سراغ این مسائل نریم. آخه مشروبی که، سیگاری که صدمه به کبد، صدمه به ریه میذاره، این همه مشکلات ایجاد میکنه. خدمتتونم عرض کردم یه موردش در بالانس هورمونا. آخه چرا ما باید اینو بخوریم؟ آخه یکی باید این جواب به خودش بده. مزهش هم که بده، میخوری اینجوری هم میکنی. چرا آب پرتقال نخوری؟ چرا آب پاپایا نخوری؟ میوه پاپایا که برای خود فوق کلوی خوبه که استرس رو کمتر کنه. چرا بیشتر ما این یم نخوریم یا آلو پرون نخوریم که اینا به هورمون تراپی کمک میکنن، یا به جای شیر اینا بی خود شیر گاو اینا میخوریم؟ چرا سوی ملک نخوریم که اینا به هورمون تراپی کمک میکنن؟ چرا یونجه نخوریم، آلفا که زیاد کمک میکنه به هورمون تراپی و سبزیجات نظیر اون؟ ما چرا اینقدر در رژیم غذاییمون نشاسته هست؟ نشاسته، مخصوصا نشاسته‌ای که از آرد سفید، گلوتونی که داره و تمام سیستم دستگاه گوارش خراب میکنه و پرزای ویلای و ماکروویلا اینا رو همه رو از بین میبره و صاف میکنه مثل کفتست و مشکل جذب مواد غذایی، متابولیسم و جذب غذایی داریم. هر چی غذا میخوریم 20% هم جذب نمیشه، چون اینا وجود نداره، اینا بین رفته. هی نون آرد سفید ثابت شده. گلوتون هم که خیلی ها بهش حساسیت دارن. و امروزه ما باید بیایم اصلا در مورد یک فرمول غذایی اینه که 6 بار باید سبزیجات خورد، 3 بار میوه‌جات خورد، 1 بار پروتئین، 1 بار مواد نشاسته. یعنی 6 برابر ما سبزی باشه، 3 برابر میوه باشه، 1 برابر پروتئین‌های حیوانی، 1 برابر هم مواد نشاسته بشه. حالا شما خودتون حساب کنید این فرمول در شما وجود داره. این یک فرمولیه که واقعا ثابت شده از نظر دانشمندان. این فرمولیه که برای سلامتیه. یعنی غذاهایی که در روز میخورید باید این رقم‌ها اینجوری باشه. سبزیجات باید 6 برابر پروتئینی که از حیوانی وارد میشه باشه، 6 برابر نشاسته‌ای که میخواد بر بدن وارد بشه، 2 برابر سبزیجات باید 2 برابر میوه‌ای که ما میخوریم باشه. یعنی میوه ها چی؟ یعنی 3 برابر باشه. یعنی ما 3 بار میوه بخوریم، هر باری که ما بخوریم 1 دونه سیب بخوری 1 بار حساب میشه. 4 تا توت فرنگی بخوری 1 بار حساب میشه. 1 موز بخوری 1 بار. یعنی در روز یه 4-5 تا توت تمشک و توت فرنگی بخوریم، 1 موز بخوریم، 1 سیب بخوریم، ما این 3 تا این فرمول رو در مورد میوه 3 تاشو درست کردیم. سالاد بخوریم، سبزیجات دیگه بخوریم و سبزی خوردن بخوریم 6 بار. این فرمول رو حل کردیم. در مورد پروتئین هم که خدمتتون عرض کردم که 1 بار ما احتیاج داریم پروتئین بخوریم طبق این فرمول، 1 بارم نشاسته. حالا شما نگاه کنید که این فرمول صدق میکنه در خود شما که میگه چرا ما سلامت نیستیم، مریض میشیم. اگر زمانی که خودتون رو به این فرمول بیارید واقعا سلامت میشید. اصلا بحثی هم درش نیست. راجع به دونات میخواستم صحبت کنم. دونات ببینید چجوری درست میکنن. دونات میان از آرد سفید که پر از نشاسته و گلوتون داره که خیلی بده، به اضافه شکر سفید و به اضافه اینو میگیرن در روغن هایدروژنیت شده، یعنی روغنایی که جامدن و بهشون روغنا رو گرفتن، بهشون هیدروژن زدن و اینو مصنوعیش کردن و خرابش کردن که خیلی خیلی برای بدن مضره. تو اون میجوشونن، این دونات رو درست میکنن. حالا از این بیکینگ پادر رو بیکینگ سودا میزنن که پف کنه. بعد اینو میگیرن، بعد رو شکلات میریزن، وسطش از این کرمای رنگی قرمز میگن که مواد رنگی استفاده کردن که در پالایشگاه ها ازش به دست میارن این مواد رنگی رو. اینا رو کردن تو دونات، 12 تاشو میدن تو 99، 12 تا اینقدری تو یه جعبه گنده.
بازم این سوال نیست که چرا اینو هنوزم باز این 299 در مورد 12 تا دونات شکل‌های مختلف به این قدر دراز روش شیره ریختن، چاکلت ریختن، هر چی که بگه این کرما همه رو ریختن. 12 تاش 299. 32 سال پیشم من در این مغازه ها سیفه ها 299 دیدم 12 تاشو. الان هم 299. باز اینم عوض نشده قیمتش. از خودتون سوال کنید چرا؟ برای اینکه ارزونه، همه بتونن بخرن، همه بتونن زیاد بخورن و این نهایتاً بهترین غذایی که به بدن انسان میخواد وارد بشه. البته ما هم در ایران نوعیشو داشتیم به نام پیراشکی. البته اونا واقعا درست میکردن، به این خطرناکی درست نمیکردن که اینا اینجوری درست میکردن. پیراشکی در ایران بود که واقعا خب خیلی خوب درست میکردن. البته در مقابل اینا میگم ولی خود اونم زیر سواله. حالا میخوام خدمتتون عرض کنم، حالا ما باید آیا دونات بخوریم؟ حالا اگر یه دفعه هوس کردید، این هوس شما گرایش به خاطر شیرینیه که میرید طرف دونات دیگه، و نه دونات گرایشی نداره که، اون شکلاته است که روش گذاشتن و اون بوشه. حالا این گرایش به خاطر هورمونا در بدن به هم خورده و این گرایش به شیرینی شما پیدا کردید، یعنی نوروترانسمیتر مثل سروتونین در بدن کمه، این هورمونا کمه و در نتیجه گرایش پیدا میکنی به شکر، به شیرینی و سراغ دونات میخوای بری. حالا اگه این سراغ به خاطر که دونات برید یه قاشق عسل طبیعی بخورید یا یه سیب شیرین بخورید یا یه موز بخورید، این بهش میگن نالج، بهش میگن پاور شما، قدرت شما که عوض کردید. به جای اینکه طرف دونات برید رفتید انگوره رو خریدید خوردید و این گرایش شیرینیتون از بین بردید. و چقدر استفاده از انگور بردید؟ آهن بهتون داده، ویتامین C داده و کلسترولتون میاره پایین، پوستش کمک میکنه کلسترول رو بیاره، فایبر داره، اصلا انگور یه میوه است. حالا اینو شما با دونات عوض کردید. وقتی انگور رو خوردید این مواد قندیش به بدن شما بلافاصله در ظرف چندین دقیقه میرسه، اینجا این گرایش شما میخوابه. حالا همین خوابوندن گرایش رو میتونستید دونات بخورید بیارید پایین، ولی این دونات چقدر ضرر به شما میزد و مسدودیت رگی و کلسترول هم بالا میبرد، چاقم میکرد و هورمونا هم بالانسش به هم زد. ولی این انگوره که هورمون بالانسش به هم نمیزنه که، میوه که نمیزنه که. همه میترسن میوه اما با شیرین نمیشه. یادتون باشه شیرینی های میوه فراکتوز، حالا ساکاروز و چیزای دیگه هم درش هست، گلوکوز، ولی بیشترش فراکتوزه و فراکتوز فرمول هضمش در بدن خیلی راحته، یعنی انسولین دیل باش راحت تر میکنه تا شیرینی که از بخواد از دونات بیاد یا از قطاب بیاد. اینی که حالا من میگم فرهنگ ما طوریه که شیرینی های بسیار خوشمزه میسازن، فرانسوی ها میسازن، شیرینی ناپولونی اسمشو گذاشتن. من نمیدونم ناپولون میخورده این شیرینی رو نمیخورده، من نمیدونم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که اینها خیلی خوشگلن، خیلی جذب میکنه آدمو، بوهاش خوبه، همه اینا هست، ولی ما میتونیم یه مقدار کم بخوریم. یعنی واقعا نمیگم نخورید، ولی خیلی کم به ندرت و این مشکلتون رو حل کنید و این گرایشتون رو بیشتر طرف میوه‌جات و سبزیجات ببرید. حالا خدمتتون عرض کنم که در مورد این مسئله هورمونا که برانسش به هم میخوره گفتیم استرس، ورزش نکردن، محیط زیست، غذاهای مصنوعی و بسته‌بندی شده است و این مواد شیمیایی و هورمونایی که به غذاها دارن میزنن، اینها همه دست به دست میده و این مشکل هورمونی رو در بدن ایجاد میکنه. بعد هم یه سری مریضی هاست و همینطور در رابطه با داروهای شیمیایی و در رابطه با ردیشن ها و چیزهای کیمیوتراپی و چیزهایی که وارد بدن میشه، سلولا میشه، همه اینا صدمه میزنه و مشکلات ایجاد میکنه. یه روزی میبینه یه آقایی که
تستوسترونش کم تولید میشه. یک هورمون سکسی یهو میتونه این رابطه بده با کیمیوتراپی هم که شده و این مشکلات در رابطه ایجاد میشه. ما باید سعی کنیم که یک زیاد اطمینان به این غذای بسته‌بندی و این چیزایی که میسازن دستکاری میکنن و لیبل بی خودی هم میزنن و الکی مینویسن اینه توش اینه توش، اینقدر اصلا شما کانفیوز میشید، اصلا گیج میکنن، نمیتونه آدم تشخیص بده چیه و بیشتر هم اشتباه میزنن. کسی هم نیست که آقا مثلا وقت ندارن که آقا برن اون پوتیتو چیپس رو وردارن ببرن برن آقا این پشتش اینا رو نوشته تست کنم اینم واقعا همینا درسته. اصلا وقت نیست، نمیرسن. این FDA که باید اینا رو کنترل کنه اصلا وقتی نداره که و این همه میلیون ها غذا داره وارد این مملکت میشه و این مشکلاتیه که الان ما داریم باهاش دیل میکنیم. و خدمتتون عرض کنم که حالا پستیساید و غیر ارگانیک بودن این مسائل هم که سمپاچی میکنن اینها هم اثر میذاره روی غدد ما و در مورد غدد ما هورمون میخوان تولید کنن باز دوباره اثر میذاره. حالا صحبت اینجاست که ما بین سلامتی خودمون و ناسلامتی خودمون یه وجب فاصله داریم. میتونیم اون انتخاب کنیم، میتونیم این انتخاب کنیم. فقط خیلی ساده است. خدمتتون عرض کردم الان من نگفتم که آقا چربی زیاد، نمک 2 تا، خدمتتون عرض کنم نشاسته 3 تا، شکر 4 تا، آرد سفید و اینا هم که چربی هم اینا 5 تا، اینا همه نشاسته هم که گفتیم اینا همه ما زیاد داریم به بدن میرسونیم. چرا؟ وقتی که شما میرید همون ماکارونی که پاستایی که میخورید توش نشاسته است، توش چربی است، توش شکر هم هست، توش نمک هم هست و در ضمن اینایی که ما گفتیم که به ما صدمه میزنه حتی شیرم در بسیارشون وجود داره. چربی، نمک، شیر، نشاسته، شکر، اینا باید حتما کنترل بشه. اینها باعث تمام بیماری و تمام چاقی و بدبختی های انسان ایناست و اینا رو باید کنترل کنید. تا زمانی میتونید کنترل کنید برگردید به اون فرمولی که گفتم 6 دفعه سبزیجات، 3 دفعه میوه‌جات، 1 دفعه پروتئین حیوانی، 1 دفعه نشاسته. بیاید نمکتون رو با نمک دریایی عوض کنید، نشاسته رو بذارید کنار، کمتر برنج سفید، نون سفید، پاستا اینا بخورید. حالا شما حساب کن طرف برنج این همه نشاسته سفید با نون هم میخوره. من دوستایی دارم میگن آقا میدونی نون سر سفره نباشه ما نمیتونیم غذا بخوریم. من برنجمو بدون نون نمیتونم بخورم. آقا نون سفید برنج سفید میزنه به بدن. حالا قندم دارن. بعد اینجا که میخواد یه دونه میوه بخوره مثل خرمالو که گفتم برای قندیا خوبه، تمام توت فرنگی و تمشک و رزبری اصلا میوه همه مشکلی نداریم، مخصوصا اینا که خیلی خوبه میگه نه این قند منو میبره بالا. این یه بشقاب 2 بشقاب پرو رو 2 تا نون لواش سفید رو خورده، اینو اصلا نگاه نمیکنه که این هم قنده ها، نشاسته است، بعد تبدیل به قند میشه، پدر بدن رو در میاره، اصلا توجه نداره، چسبیده به این میوه بیچاره. چرا؟ نالج، اشتباه به ما یاد دادن، اشتباه به ما گفتن. دیگه ما نباید اینا رو اشتباه ادامه بدیم، ما باید به خودمون برسیم. شما نگاه کنید میوه مگه از چی درست میشه؟ از اکسیژن و هیدروژن و آب و بعدم کربن، که از کربن هم که گیاها از فتوسنتز آفتاب میگیرن. اصلا چیزی وجود داره که بد باشه درش؟ از کربنش بگیریم که گیاها، پلنها، درختها در مقابل فتوسنتز آفتاب میسازن، اکسیژن هم که چیز حیاتیه، هیدروژن هم که بد نیست، آب هم که حیاتیه. خب اینا ترکیب با هم میشه کربوهیدرات، مواد قندی. این چیز بده؟ از طبیعت وقتی که میاد
حالا من خدمتتون عرض کنم که ما باید واقعا کنترل کنیم رژیم غذاییمونو و دست خودمونه، دست هیچکی هم نیستا. آقا میریم تعارف میزنیم، جون من بخور، تو رو خدا اگه نخوری شغل زنبه باشی. آقا چه شغل زنبه باشی؟ بابا نمیخواد اینو بخوره، زیاده براش، چرا اصرار میکنی؟ خودت هم نباید بخوری، خودت هم چرا اصرار میکنی میخوری؟ اینه که این مسائل رو ما باید در نظر بگیریم، دست خودمونه کنترل چی بخوریم چی نخوریم. و اگه واقعا یه چرا خطری بود تو دهن آدم یه سوت میزد، یه به اصطلاح که اگر یه غذایی که واقعا صدمه به آدم میزنه سوت میزد، آدم میفهمید این خوب نیست. یه چیزی که خوب بود سوت نمیزد، ما کارمون راحت بود. ولی این مسئله وجود نداره، دست خودمونه که این سوت زدنه رو با نالج خودمون، نالج شما قدرت شماست. اگر نالج خودتون رو بالا ببرید، قدرت یعنی آگاهی خودتون رو بالا برید، علم و دانش خودتون رو در مورد بدن، در مورد راز طبیعت تغذیه بالا برید، قدرت خودتون رو بردید بالا. وقتی آدم قدرتمند باشید موفقید در همه چیز. یک آدمی که سلامت نباشه نمیتونه موفق باشه. یه آدم بیمار و مریض چطوری میتونه در اجتماع کار پیدا کنه یا موفق باشه؟ نمیتونه. همش باید بیمارستان بره، همش آزمایشگاه باشه، همش قرص دارو بخوره، همش بخوابه. و اینی که ما باید به سلامتی خودمون برسیم و رساندن به این سلامتی همین خدمت رو عرض کردم، به همین ساده است. یه مقدار این مواد رو کم کنیم، کافئینا رو کم کنیم. آقا چه خبر 5 تا کافی در روز میخوری؟ این کافئینی که وارد بدنتون میشه دخالت زیاد میکنه که این انسولینی که میخواد قندتو جفت و جور کنه و سوخت و ساز کنه دخالت میکنه و رزिस्टنس میده به این انسولین. همین کافئینه. حالا نگاه کن، دوناته رو میخوره، با کافی هم میخوره، بغلش کافی هم دارن. 6 تا دونات میخوره رنگ و با رنگ، 2 تا 3 تا هم کافی میخوره، سیگار هم دستش میگیره میار بیرون، بعد میگه من چرا قند گرفتم؟ پس میخواستی چی بگیری؟ جایزه اسکار بگیری؟ خب معلومه قند میگیری، معلومه مریض میشی. خب ببین اینها مسائلی که ما باید دقت کنیم. متاسفانه جامعه طوری درست شده که شما رو تحریک میکنه به این غذایی که گفتم. از خودتون سوال کنید چرا دبل چیز برگر هنوز 9 سنت بعد 32 سال و 12 تا دونات 2.99 هنوز، بعضی جا 1.99 هم هست. چرا؟ آیا تا حالا دیدید یک کمبود دبل چیز برگر به وجود بیاد بگن آقا همبرگر کمبود داره دبل چیز برگر نیست؟ چند بار کمبود گازولین بوده، کمبود چیزای دیگه، که کمبود بهداشت بوده، کمبود دکتر بوده، کمبود بیمارستان بوده، کمبود دانشگاه بوده، کمبود منزل بوده، منازل مسکونی بوده، کمبود لباس بوده، کمبود کفش بوده، کمبود معلم بوده، کمبود نرس بوده. همه این کمبودا وجود داشته. کمبود آب تصفیه شده خوب بوده. همه اینا کمبود بوده که همه اینا به سلامتی انسان ها کمک میکنه. ولی اون چیزایی که سلامتی انسان ها صدمه میزنه کمبودش هیچ موقع وجود نداشته، هیچ موقع وجود نداشته. پس این مسئله مسئله‌ایه که باید فکر کنید روش و وقتی فکر کنید معما حل میشه، پیدا میکنید. پس سیستم طوری درست شده که ماها مریض بشیم. وقتی مریض شدیم این کارخونه‌های بزرگی که داروسازی هستن اینها بتونن داروهای خودشون رو زیادتر بفروشن. آیا شما حساب کنید یکی که میره یک کارخونه داروسازی باز میکنه اگر بخواد بیزینسش خوب باشه زمانیه که داروی زیاد بفروشه که سود بیشتری به دست بیاره. چه زمانی میتونه داروی بیشتری بفروشه که سود بیشتری به دست بیاره؟ زمانیه که مریضی زیاد باشه. مریضی زیاد کردن رو چجوری باید تولید کرد؟ همون جواباتون رو میگیرید با دونات و دبل چیز برگر و این مسائلی که خدمتتون عرض کردم. پس ما
سلامتی ما کلیدش دست خودمونه، دست ایکس و ایگرگ نیست. هیچ کسی هم نباید بلیم کرد، مقصر کرد، خودمونه. و فقط باید هوشیار باشیم و خیلی ساده، انقدر احتیاج به پرخوری نداریم، انقدر به غذای رنگ با رنگ احتیاج نداریم. بدن ما قانع هست با یه ذره آب خوردن و غذا خوردن و منتها غذایی که سبزیجات زیاد توش باشه، میوه‌جات باشه و آب خوب گوارا حله. بدن ما احتیاج به پپسی نداره، احتیاج به آب جو ویسکی نداره، آب احتیاج داره. آبم که از میوه‌جات و سبزیجات میگیریم میخوریم، آبم که وجود داره. حالا اگر شما به من ثابت کردید سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، کافئین و این چرت و پرتایی که درست میکنن جزو نیاز بدنه، تشریف ببرید بخورید. اگر جزو نیاز بدن نیست، برای چی واردش بکنیم که بعد بدن بیچاره ما غذای گوارایی که خوردیم میخواد استفاده برای سلامتی ما، سلامتی ارگانهای ما، انرژی ما رو شاداب نگه داره، باید ببره اینو که تبدیل به انرژی کرده، این انرژی رو مقاومت بدن، کبد و کلیه چیزهای دیگه بگیرن که این سمومی که توسط این چیزهای ناخواسته رو وارد بدن کردیم اینا رو دفع بکنه. آخه چرا باید این کار رو بکنیم؟ اینی که این دست شما هاست و نهایتاً باید بهش رسیدگی کنید. این فرمان دهم ما امروز تموم شد. نتیجتاً به زودی این 10 فرمان به صورت DVD توسط تلویزیون مرکزی آماده خواهد شد، آماده برای هدیه کریسمس شما و همینجور عید خود ما. و این DVD ها 10 تاست به صورت 10 فرمان، اینا تنظیم خواهد شد. شما عزیزان میتونید هم به من زنگ بزنید، شمارهایی که اونجا میبینید، برای مشاوره یا فرآوردهای ما و این DVD ها و یا تلویزیون مرکزی تماس بگیرید که به زودی حاضر میشه و این DVD ها به شما کمک مونه. خودتون وجداناً این برنامه رو الان دیدید، ببینید آیا چند نکته هست که به شما کمک کنه و این 10 تا DVD رو هم بذارید. مطالب بسیار مهمی رو که دانشمندا تئوری نیست، یه چیزای حقیقیه، من تونستم با توجه به تحصیلات من با فن بیانم به صورت ساده در این DVD ها تقدیم حضور شما کنم و این DVD ها در دست شما و این برنامه ها رو ما پخش هم کردیم. اگر کسایی نتونستن بخرن یا ناتوانی مالی داشتن، حداقل از تلویزیون دیدن 1 بار یا 2 بار این برنامه ها رو و یا ضبط کردن نوش جونشون یا ازش استفاده کردن، یادداشت برداشتن. ولی به خاطر برنامه‌های دیگه‌مون که در طول سال اجرا خواهد شد، این برنامه دیگه تکرار نخواهد شد، ولی به صورت DVD در دسترس شماست که داشته باشید، یادآوری بشه به شما، یا به عزیزانتون در ایران بفرستید یا به دوستانتون هدیه بدید و در ضمن شما سلامت میشید، برنامه ما هم کمک میشه بهش و نتیجه این برنامه ادامه خواهد پیدا کرد. به هر حال من نهایتاً همیشه آرزوی سلامتی برای شما عزیزان میکنم. امیدوارم هر جای دنیا هستید همه انسان‌ها سالم بشن، مخصوصاً هموطنان ایرانی درد و غم نداشته باشن، مریضی نداشته باشن. انشالله خداوند کمک کنه که تمام انسان‌هایی که در بیمارستان هستن در این زمانی که کریسمس میاد به خانه‌های خودشون برگردن و همه هموطنان ما سلامت باشن. روزگار به شما خوش.